صحبت کنیم، بیشتر میتونیم بگیم یک جنبش یا یک تفکر هستش. یعنی یک عده آدم اومدن دور هم جمع شدن، گفتن آقا ما میخوایم یه کاری کنیم که خیلی راحت بتونیم پروژه ها رو به صورت تیمی و خیلی خفن جلو بریم و مشارکت داشته باشیم. پس هدفش چی بوده؟ یکی شفافیت، اینکه نرم افزار کی منتشرش میکنه، کی در واقع اونو میفروشه و موارد این شکلی که داخلش وجود داره و جلوتر بهش اشاره میکنیم که چه مجوزهایی وجود داره و همکاری مشارکت هم که خدمتتون گفتم مشکارت نوشتم اینجا، ببخشید. اما اینکه یک نرم افزاری بخواد اوپن سورس باشه چه شرایطی رو باید داشته باشه؟ یعنی چی؟ یعنی برای اینکه یک نفر بتونه نرم افزاری رو منتشرش کنه به صورت اوپن سورس 10 تا شرط باید بررسی کنه که البته اینجا ما به 6 تا از این موارد اشاره کردیم. اولین موردش توزیع رایگان هست، یعنی نرم افزاری که اوپن سورس قرار منتشر بشه باید کاملا رایگان باشه و کسی نمیتونه از اون برای استفاده تجاری استفاده کنه. البته جلوتر میگیم که چه مجوزهایی وجود داره که شما حتی میتونید به صورت رایگان رو انتشار بدید. مورد دوم دسترسی به سورس کد هست. یعنی چی؟ یعنی سورس کد رو بقیه میتونن بیان و ویرایشش کنن. شما میایین و اون نرم افزار خودتون رو در جایی مثل گیت ها قرار میدید و بقیه میتونن روی اون کار کنن، اون رو بهبود بدن و نرم افزار شما رو توسعه بدن. مورد سوم اجازه ایجاد تغییرات و مشتقات هستش. یعنی چی؟ یعنی بقیه میتونن بیان داخل نرم افزار شما یک سری تغییراتی ایجاد کنن و حتی از اون نرم افزار بتونن یک مشتقی بگیرن، مشتق ریاضی نه، یعنی بیان مثلا اون نرم افزار رو بگیرن بیس کار همونه ولی یک خورده اون رو تغییرش میدن و اون رو انتشار میدن. یک پارچگی سورس کد توسعه دهنده یعنی چی؟ یعنی اینکه حداقلش اینه که یک سری کدهایی که بین اینها هستن یک پارچه باشه و هیچ تفاوتی با هم نداشته باشن. نهایتش اگه مثلا یک نرم افزاری از اون مشتق شد، دیگه اتفاقی که بیفته اینه که باز اون سازوکار اصلی نرم افزاری وجود داشته باشه. مورد پنجم عدم تبعیض، البته اینجا اشخاص بوده که من فراموش کردم، اشخاص یا گروه ها هستش. یعنی چی؟ یعنی بین اشخاص یا گروه های مختلف، حالا چه گروه های مختلف برنامه‌نویسی، چه سیاسی یا هر چیزی که فکرش کنین، در واقع تبعیضی وجود نداشته باشه و همه بتونن ازش استفاده کنن. و مورد ششم هم عدم تبعیض علیه زمین‌های استفاده. یعنی چی؟ یعنی اگر می‌خواستن مثلا از اون نرم افزار توی موارد مثلا رشته عمران استفاده کنن یا کشاورزی هر چیزی استفاده کنن، اینجا نباشه که اونو نتونه استفاده کنن و برای همه عموم این مورد وجود داشته باشه. اما دو نوع مجوز داریم. دسته اول مجوزهای آسانگیر یا پرمیسیو هستند و دسته دوم هم مجوزهای سختگیر یا کپی لفت هستند. میخوایم بریم ببینیم که اصلا این دوتا معنی و مفهوم چی هن و قراره چی کار کنن. تو این جدول ما اومدیم چی کار کردیم؟ یک سری معیارها رو قرار دادیم و توی در واقع ستونهای بعدی از لحاظ این معیارها اومدیم این مجوزهای پرمیسیو یا آسانگیر و مجوزهای کپی لفت یا سختگیر رو بررسی کردیم. معیار اول اینه که فلسفه اصلیشون چیه؟ مجوز پرمیسیو میاد به ما میگه آقا شما اصلا هر جوری که دوست داری نرم افزار رو تغییر بده، اصلا فرقی نمیکنه، هر کاری که دوست داری انجام بده. میخوای نمیدونم بفروش، اگه میخوای آزاد باش، هر کاری دوست داری، خودت یا خودت، اصلا به من ارتباطی نداره که تو میخوای چی کارش کنی نرم افزار رو. ولی در مقابلش مجوز کپی لفت خیلی سختگیرانه عمل میکنه. اونجا که بهتون گفتم ایجاد در واقع تغییرات و مشتقات، اینجا مجوز کپی لفت اینجا سخت میگیره. میگه یعنی چی؟ میگه که باید ایجاد تعهد متقابل باشه. میگه اگر از این کد استفاده کنی باید نرم افزار مشتق شده تو هم اوپن سورس باشه. آقا اون نرم افزاری که تو ازش ایده گرفتی هم الان داریم منتشرش میکنیم، مال تو هم باید اوپن سورس باشه. معیار بعدی محدودیت ها هستش. توی مجوزهای پرمیسیو که حالا جلوتر اشاره میکنه به چند نمونه از اونا،
که البته توی قسمت معیار مثال مرفان بهش اشاره کردیم. معنیداش حداقلی هست، یعنی اگه دیگه بخواد خیلی گیر بده دیگه کمتر گیر میده. ولی مجوز کپیلفت نه، میگه که اگر مثل همون ایجاد تعهد متقابل، خب این مثلا یه نوع محدودیته و گیر میده و اجازه نمیده که ما بخوایم هیچ کاری رو انجام بدیم. مورد بعدی استفاده در نرم افزار انبوه یا پروپرتیری هست. حالا اگر این تلفظش من درست گفته باشم، میگه که یعنی چی؟ یعنی آقا شما از این نرم افزار میتونی چیکار کنی؟ میتونی کدش رو برداری، تغییرش بدی و به عنوان نرم افزار اختصاصی و تجاری بفروشیدش. همون در واقع توسعه انبوه نرم افزار میشه. مجوز کپیلفت چی میگه؟ میگه نه، میگه حتی اگر شما اومدی نرم افزار رو ازش مشتق کردی، باید اون نرم افزاری که ساختی رو تحت همون مجوز کپیلفت منتشر کنیم. و اگر بخوایم مثال واسش بزنیم، میتونیم به مثالهای MIT، آپاچی 2 و BSD اشاره کنیم و توی مجوزهای کپیلفت هم GPL ورژن 3، AGPL و LGPL اشاره کنیم که LGPL نسخه ضعیف‌تر کپیلفت هست که یه مقدار کم تغییر میده. چند مجوز معروف پرمیسیو یا آسونگیر. اولین مجوز چیه؟ مجوز MIT هستش. میگه که شما خیلی راحت میتونی کاراتو انجام بدی، ولی یه شرطی وجود داره. میگه اعلامیه حق نشر یا کپی رایت نوتیس باید قرار بدی و مثلا بگی که تحت مثلا لایسنس MIT هستش. اگه شما توجه کرده باشید توی در واقع مدل های زبانی دیپسیک که داخل گیت هاب با هم دیدیم، تحت مجوز MIT بود و همونجا که دیدیم نوشته بود که در واقع زیر مجموعه لایسنس MIT هستش. از لحاظ مجاز بودن هم میگه شما هر استفاده رو میتونی ازش انجام بدی، میتونی تغییر بدی، میتونی اونو توزیعش کنی، حتی به صورت انبوه یا زیاد اونا رو بخوای بفروشی و ازش استفاده تجاری داشته باشی. خب کجا استفاده میشه MIT؟ برای پروژه هایی که حداکثر آداپشن یا پذیرش و استفاده رو هدف قرار دارن. مثلا فریمورک های کتابخونه‌ای مثل jQuery، Node.js و React در برنامه‌نویسی جزو این لایسنس MIT هستند و هدفشون این بوده که افراد بیشتری از اون استفاده کنند و به خاطر همین هست که اینجوری معرفی میشه. مورد بعدی مجوز آپاچی 2 هست. اونم شبیه به MIT هست، یعنی سادگی آسون میگیره. میگه اعلامیه حق نشر باید وجود داشته باشه، مجاز هست، مورد استفاده مثلا حداکثری وجود داره، ولی یه سری اتفاقات باید داخلش بیفته. مثل چی؟ میگه که ارائه واضح، البته اینجا واضح بوده شده واضح، ارائه واضح تغییرات که انجام میده. آقا بگیم من اومدم توی این برنامه چی کار کردم، اومدم مثلا این فلان قسمتش رو تغییر دادم، همچین قابلیت یا فیچری بهش اضافه کردم و اونو دادم بیرون. مورد بعدی شامل بند اعطای حق پیتنت هست. یعنی چی؟ میگه که اگر کسی از این کد استفاده کنه علیه شما ادعای نقض حق اختراع کنه، حق پیتنت خود ازش از دست میده. یعنی آقا میتونه بگه که مثلا من اومدم این نرم افزار رو منتشرش کردم و از لحاظ حقوقی مثلا بند اعطای حق پیتنت میتونه به شما کمک کنه. و مورد آخر هم که برای مجوز آپاچی هستش، برای پروژه های شرکتی و بزرگی که مسائل حق اختراع حساسن. مثلا میخوام ما اومدیم اینو ساختیم، شرکتی مثل کوبرنتیس که حالا داخل موضوعی مثل در واقع دیوابس خیلی اهمیت داره، موضوع بعدیش اندروید و خود آپاچی HTTP سرور که این مورد براشون خیلی مهم هستش. خب تا قبل به چی اشاره کردیم؟ مجوزهای پرمیسیو اشاره کردیم، اما حالا میخوایم مجوزهای کپی لفت بهشون بپردازیم. ما دو نوع مجوز کپی لفت داریم، یکی استرانگ کپی لفت یا کپی لفت قوی و مجوز ویک یا لیمیتد کپی لفت. یعنی چی؟ زیادتر بهش اشاره میکنیم.
مجوز استرانگ کپی لفت میگه شما اصلا بخوای ازش هم استفاده کنید تحت هر شرایطی باید تحت اون لایسنس بیای و منتشرش کنی که حالا یه چند تا مثال هم واسهش خواهیم زد. ولی مجوز ویک لیمیتد کپی لفت میگه که نه، شما میتونی حالا مثلا یه خورده تغییراتی ازش استفاده بدی، حتی اونو مثلا بیای استفاده تجاری کنی ازش، ولی در نهایت باید اشاره کنی که آقا من از مجوز کپی لفت استفاده کردم. اگه بخوایم یه چند تا مثال واسش بزنیم میتونیم به چی اشاره کنیم؟ GPL GNU General Public License، متداول ترین یعنی پر استفاده ترین و قوی ترین مجوز کپی لفت برای نرم افزار مثل هسته لینوکس و گیمپ. یعنی آقا میگه شما اومدی یک توسعه دهنده هستی و اومدی یک توضیح از لینوکس رو منتشر کردی، ولی باید بگی مثلا بر پایه دبیان هست یا بر پایه اوبونتو هست، بر پایه نمیدونم فدورا یا کالی لینوکس هستش یا بر پایه آرچ هستش. اینا رو باید بهش اشاره کنیم. مورد بعدی LGPL هست یا Leather General Public License یا همون در واقع ویک لیمیتد کپی لفت بودش و میگه چی؟ میگه آقا شما خیلی راحت میتونید ازش استفاده کنید، ولی در نهایت باید اشاره کنی که از لایسنس GPL استفاده شده. مورد بعدی موزیلا پابلیک لایسنس هستش، میگه مثالی از مجوز با کپی لفت متوسط یا فایل محور، مثلا بینا بین هستش این مورد برای در واقع اون چیزایی که شما میخواید به صورت فایل منتشر کنید، ولی خب باید تحت لایسنس MPL باشه. و آخرین هم CC by SA هست یا Creative Commons Attribution Share Alike، میگه که نوع کپی لفت برای محتوای غیر نرم افزاری، مثلا اگه شما یک مقاله ای رو اومدید منتشر کردید، تصاویر، موسیقی و مستند هستش، تحت این لایسنس باید منتشر بشه، یعنی بقیه میتونن ازش استفاده کنید. و این از این حالت.